أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان عزیز، امروز میخوایم در رابطه با مدیریت زمان صحبت بکنیم. اینکه زمان چیست، چگونه مدیریت میشود، فواید مدیریت زمان چیست و اگر پیامدهای محیط چطور زمان مدیریت می شود، فواید مدیریت زمان و پیامدهای مدیریت زمان را با هم بررسی میکنیم. دوستان عزیز، قسمی که شما بهتر میفهمید زمان خیلی یک چیز با ارزشی است. در اصل که زمان چیست؟ زمان اینمی ساعت و لحظات عمر ماست است. خداوند ما ارزانی کرده و در حال گذر است. بعضی از دوستا و بعضی دانشمندان زمان با آب روان تشبیه کرده، یعنی وقتی که رفت پس بر نمیگرده. بعضی دوستای دیگه هم زمان با طلا تشبیه کردن، یعنی گفتن که زمان طلا است. اگر ما از زمان خود استفاده نکنیم طبیعی است که نتیجه چی میشه. اما باور ما به این است که نه زمان با آب تشبیه می شود، نه زمان با طلا مقایسه می شود، نه با الماس، با هیچ چیزی مقایسه نمی شود زمان. چون آب روان چون آب میشه برگشتان، آب رفته را میتوان برگشت داد، طلا را میتوان تغییر شکل داد، طلا را میتوان خرید و فروش کرد، ولی زمان با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. زمان قابل خرید و فروش نیست. زمان برگشت نداره. زمان اینمی لحظات و ساعت عمر ماست که در حال گذر است. پس اینمی میشود زمان. حالی به ما برمیگرده که ما از این زمان چگونه استفاده میکنیم. اگر از زمان خود استفاده خوب کردیم و توانستیم استفاده کرده، اینمی میشه مدیریت زمان که بسیار نهایت مهم است. یکی از عوامل عقب ماندگی ما، خاصتا مردم افغانستان، یکی از عوامل عقب ماندگی ما می است که ما از زمان خود درست استفاده نمیکنیم، یا به اصطلاح زمان ما را مدیریت نمیکنیم. اگر ما زمان ما را مدیریت بکنیم میتونیم به بهترین شکل زندگی ما را تنظیم بکنیم و بهترین شکل از این زمان و از این وقتی که در اختیار ما قرار داده استفاده بکنیم. هر صبح که شما از خواب میخیزین خداوند 24 ورق سفید در اختیار شما میده که همون 24 ساعت عمر شماست. میگه خب اینم 24 ساعت در اختیارت، هر چی میخوایی انجام بدی. نقاشی میکنی، رسامی میکنی، مچالش میکنی، داشقال مندازی، کار خودت. ولی این را متوجه باشی که در پایان پرسش داره. اینمی 24 ساعتی که برای تو یا 24 ورقی که برای تو داده شده، آن هم رایگان در اختیارت قرار داده شدن. در پایان از این پرسان کردن بشوی. از این پرسان میشه و این را در کجا مصرف کردی، چگونه مصرف کردی، چطوری مصرف کردی. و از به اساس وقت ما بسیار نهایت مهم است، زمان ما بسیار نهایت مهم است. زمان به حد مهم است که حتی پروردگار در کلام مبارکش قسم یاد میکنه به زمانه. از اینجا معلوم میشه که زمان خیلی جایگاه بالا داره، خیلی اهمیت بالا داره و خیلی ارزش بالا داره. کسایی که از زمان خودشان استفاده کردن و مطابق تقسیم اوقات زندگی خودشان عیار کردن و اونمو 24 ساعت یا 24 ورقی که خداوند در اختیارشان داده بود اونمو را به بهترین شکلش نقاشی کردن، هم در دنیا رستگار هم در آخرت رستگار. چون در سوره عصر پروردگار در سوره عصر چه زیبا می‌فرماید: والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به زمانه که همه انسان ها در خسران و زیان هستند، الا الذین آمنوا، مگر کسانی که ایمان آورده باشند به الله و عمل الصالحات، در پای ایمان عمل صالح انجام داده باشند. در پای عمل صالح انجام دادن باز دیگران را در راه خیر و در راه ایمان و در راه رستگاری دعوت بکنند. پس وقتی که دعوت کردن طبیعی است که در راه دعوت مشکلات وجود داره، در راه دعوت سختی ها است، در راه دعوت چالش ها است. یک کسی میگه بیاد کار خوب بکنی و تو چی؟ یک کسی یک راه را نشان میدی و تو چی؟ پس وقتی که یک کسی را خواستی راه را نشان بدی، یک کسی را خواستی راهنمایی کردی و او گپت نپذیرفت، تو باید آزرده نشوی، تو خفه نشوی، تو پس چه داشته باشی؟ صبر داشته باشی. یعنی وقتی که دیگر را دعوت میکنی در راه دعوت صبر داشته باشی. این همی 4 ویژگی است که انسان های موفق از غیر موفق مشخص می‌سازند.
پس اگر ما میخواهیم که موفق باشیم در زندگی دنیا، باید زمان ما را به بهترین شکلش مدیریت بکنیم. خب اگر پیامدهای مدیریت زمان را بسنجیم، میشه به دو بخشی را تقسیم بکنیم: پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی. پیامدهای مثبتش امی است که اگر ما زمان ما را مدیریت بکنیم، زندگی ما به بهترین شکل تنظیم می شود. کامیاب و رستگار دنیا و آخرت می شویم. میتونیم زندگی ما را به شکل دلخواه خود ما تنظیم بکنیم. میتونیم اونمو 24 ورقی که در اختیار ما قرار داده شده و بهترین شکلش نقاشی بکنیم که هم خود ما لذت ببریم، هم بدین از لذت ببریم. با پیامدهای منفیش هم است. وقتی ما از زمان خود استفاده نکنیم، در پایان ندامت و خسران و پشیمانی چیز دیگه حاصل نیست. پس پیش از اینکه افسوس بخوریم، پیش از اینکه پشیمان شویم، پیش از اینکه حسرت زمان گذشته و عمر گذشته خود بخوریم، چه خوب است که از این لحظه تصمیم بگیریم برای مدیریت زمان ما را مدیریت بکنیم، از بهترین شکل استفاده بکنیم تا بتوانیم رستگار و کامیاب شویم. و نتیجه ای که زمان با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. زمان نه با آب روان قابل مقایسه است، نه با طلا قابل مقایسه است، نه با الماس قابل مقایسه است. زمان با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. پس یگانه زمان یک چیزی است که لطف و مرحمت پروردگار بر ما است. یک عنایات الهی است که در اختیار ما قرار داده. ما باید از این به بهترین شکلش استفاده بکنیم تا هم در دنیا رستگار باشیم، هم در آخرت.